توی سال 2067 اکسیژن پولی میشه و سیاره زمین در حال نابودیه. داستان میرسه به زمانی که انسان‌ها با خریت تمام درخت‌ها رو به فنا دادن و اکثر مردم دنیا مردن و مردمی هم که زنده موندن توی شهر توی استرالیا زندگی میکنن و باید اکسیژن صنعتی بخرن و تمام خونه‌هاشون هم عایق بندی شده و این اکسیژن صنعتی هم کمک کننده نیست و به مرور زمان به بدنشون آسیب میرسونه و کل مردم هم میدونن که قراره همه‌شون بمیرن. بریم سراغ نقش اصلی فیلم، یعنی ایتان وایت که توی همین شهر زندگی میکنه و با دوستش به عنوان مکانیک توی شرکت کراینکور کار میکنه، همون شرکتی که اکسیژن مصنوعی مورد نیاز بشر رو تامین میکنه. ایتان وایت همراه زنش توی خونه زندگی میکنه و زنش به خاطر اکسیژن مصنوعی دچار مشکل تنفسی شده و در حال مرگه. ایتان هم تمام تلاشش رو میکنه که بتونه اکسیژن گرونتری براش بخره تا بتونه بیشتر زنده نگهش داره. ولی این روز از همین روزا ردینا جکسون ایتان و رفیقش رو صدا میزنه و بهشون میگه که بشریت رو به نابودیه و فقط یه نفر میتونه مردم دنیا رو نجات بده و اونم کسی نیست جز ایتان وایت. ایتان تعجب میکنه و میگه بعید میدونم من باشم و بهشون میخنده. خلاصه ایتان میبرن توی آزمایشگاه و یه دستگاه بهش نشون میدن و ردینا جکسون بهش میگه که این دستگاه رو پدرت ساخته و یه دستگاه سفر در زمانه و با فرستادن امواج رادیویی فهمیدیم که توی سال 2474 زمین دوباره سرسبز میشه و انسان‌ها میتونن دوباره از این موقعیت استفاده کنن و یه نفرم توی سال 2474 است که یه پیام برای ما ارسال کرده و چیزی هم که توش نوشته اینه: ایتان وایت رو بفرستید. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو اومدم بگم که فقط 600 نفر مونده تا 1000 تایی شدنمون. پس دکمه قشنگی سابسکرایب رو بزنید. شاید فقط زدن یه دکمه ساده باشه ولی یه حمایت خیلی بزرگی واسه ما. یادتون هم نره که حتما زنگوله رو بزنید، چون اگه زنگوله رو نزنین متاسفانه حسابتون پاک میشه. خب بی معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. ایتان داستان ما هم یکم میشینه و فکر میکنه ولی آخر سر قبول نمیکنه و میگه اگه من برم آینده کی مراقب زنم باشه. خلاص حالش خراب میشه و از شرکت میزنن بیرون و اون و رفیقش میرن یه جور اکسیژن میکشن، اونم به جای سیگار. باورتون میشه به جای سیگار اکسیژن میکشن. رفیق ایتان هم سعی میکنه که متقاعدش کنه ولی ایتان باز قبول نمیکنه و میگه که نمیخواد مثل پدرش باشه چون پدرش رفته و ایتان نمیخواد راه پدرش رو ادامه بده. که وسطای فیلم هم میفهمی که بابای ایتان در اصل نرفته و کشته شده و مادرش هم زمانی که سنش کمتر بوده جونش رو از دست داده. خلاصه دوستش میگه اگه نری بقیه هم جونشون رو از دست میدن ولی اگه بری میتونی جون زنتو حداقل نجات بدی. و اینجوری ایتان متقاعد میشه که حداقل برای نجات زنش هم که شده بره. چند ثانیه بعد میبینی که ایتان توی جشن تولدش یه جعبه از باباش کادو گرفته و دستشو واردش میکنه و یه دستبند به دستش میچسبه که تا الان هم نتونسته از دستش درش بیاره. خلاصه ایتان میره پیش زنش و همه چیزو بهش میگه و زنش هم میگه برای نجات جون منم که شده باید بری. خلاصه صبح روز بعد برای زنش یادداشت میذاره که توش نوشته شده من راه خودمو به سمتت پیدا میکنم و بعدش میره پیش ردینا جکسون و بهش میگه که من یه شرط دارم واسه رفتنم، اینکه تمام اکسیژن مورد نیاز زنم تامین بشه و اولین دارویی هم که پیدا کردم صرف درمان زنم بشه. ردینا هم قبول میکنه و ایتان رو آماده میکنه که برن به آینده. بعدش ایتان رو میبینیم که وارد دستگاه شده و پرتاب میشه به سال 2474. خلاصه بعد از پرش از یه ارتفاع زیاد میخوره توی درخت‌ها و بعدش بیهوش میشه. اما وقتی که به هوش میاد از شدت خالص بودن اکسیژن سرگیجه میگیره. شب رو بیرون میخوابه ولی صبح که میشه راه میفته به سمت آزمایشگاه و در آزمایشگاه هم یه جسد میبینه که تیر به سرش و وقتی هم که بیشتر بهش دقت میکنه اسم خودش و دستبند دستش رو میبینه و میفهمه که این در از خودشه و رنگ دستبندش از قرمز به سبز در اومده. خلاص هر چقدر سعی میکنه نمیتونه اون روز وارد آزمایشگاه بشه و کم کم هوا تاریک میشه و این گوسفند شروع میکنه به خوردن میوه های سمی و حالش بد میشه و بازم دوباره بیهوش میشه. اما صبح که میشه رفیقش رو میبینه که اومده نجاتش بده چون دیشب ایتان علائم حیاتیش از دست داده یه جورایی و این رفیقش هم براش پادزهر رسونده تا بتونه نجاتش بده. خلاصه این بار ایتان همراه رفیقش میره و یه در دیگه رو پیدا میکنه. اما این بار اونجا یه ربات میبینه که از ایتان تست دی ان ای میخواد و ایتان هم تایید میکنه و یهو دستگاهی که توی دستش بوده شروع میکنه به سوراخ کردن پوست دستش و بعد از چند دقیقه دستگاه چراغش از قرمز به سبز در میاد و در آزمایشگاه باز میشه و رفیقش بهش میگه که هر چه سریعتر دستگاه رو راه بندازیم و بریم گذشته. ولی یهو هولوگرام پدرش ظاهر میشه و بهش میگه که این دستگاه رو من برای نمونه‌گیری اکسیژن آینده ساختم و بعد از اولین فعالسازی به اولین پیامی که دریافت کرد این بود: ایتان وایت رو بفرستید. خلاصه هولوگرام خاموش میشه و یه سری اعداد زمانی رو میاره روی صفحه که میفهمن وقت زیادی ندارن و باید طی 4 ساعت آینده دستگاه رو تعمیر کنن وگرنه در غیر این صورت یه انفجار هسته‌ای رخ میده و آزمایشگاه میره روی هوا. ایتان و رفیقش که ناامید شدن میرن بیرون
تا شهر رو بگردن و میبینن که شهر پر از اسکلته. ایتان هم که نگران زنش بوده میره توی ساختمون و یهو اسکلت زنش رو میبینه. بعد از دیدن همه اینا رفیقش بهش میگه حداقل دستگاه رو تعمیر کنیم و بریم پیش خانواده هامون که حداقل کنار اونا بمیریم. ولی یهو صدای رفیق ایتان توجهش جلب میکنه و میفهمه که این رفیقش بوده که بهش شلیک کرده. رفیقش هم دستپاچه میشه و براش اسلحه میکشه و تهدیدش میکنه که هر چه سریعتر باید دستگاه رو آماده کنن تا برن به گذشته. بعد از انجام این کار ایتان باتری دستگاه قدیمیش رو میندازه بیرون و یه جدید رو میندازه داخلش و بعدش کاملا مطمئن میشه که رفیقش میکشتش. اما میاد و رفیقش رو زندانی میکنه و دوباره میره پیش جسدش ولی میبینه که آینده هیچ تغییری نکرده. پس دوباره برمیگرده پیش دستگاه و دستگاه آماده میکنه تا بره به گذشته که حدود نیم ساعت طول میکشه دستگاه آماده سفر در زمان بشه. بنابراین میره سراغ هولوگرامای پدرش و هولوگرامای پدرش رو میبینه. بعدش میفهمه که ردینا در اصل قاتل پدرش بوده و کسی هم که مادرش رو کشته در اصل رفیق خودش بوده. و ردینا جکسون هم دوست نداره که بشریت رو نجات بده، فقط میخواد آدمایی که خودش میخواد رو نجات بده. خلاصه ایتان هم رد میده و دستگاه پر گل و گیاه میکنه و همراه با اون گل و گیاها ویدیوی کشته شدن پدرش توسط ردینا جکسون رو میذاره توی دستگاه و درست بعد از پرش زمانی دستگاه از طرف خودش خاموش میکنه. خب خلاصه بعد از اینکه فیلم میرسه به گذشته و بقیه مردم میبیننش، ردینا جکسون رو میفرستن هولوفتونی و بعد از چند سال با گیاهی که فرستاده میتونن بشریت رو نجات بدن و اکسیژن طبیعی بسازن. و توی سکانس‌های آخر همسر ایتان وایت رو میبینیم که بدنش در حال بهبوده و با گلی هم که ایتان وایت براش فرستاده کلی ذوق زده شده. و بعدش هم خود ایتان میبینیم که توی آینده است و به سرعت آزمایشگاه رو ترک میکنه و میره به سمت شهر و وقتی هم که به شهر میرسه یه تمدن خیلی بزرگ و همزیستگرا رو با طبیعت میبینه که توش انسانا به جای اینکه به طبیعت آسیبی برسونن توی خود درخت‌ها خونه ساختن و شهرشون دوباره کاملا سرسبز شده و این سری هم قرار نیست انسانا به طبیعت آسیبی برسونن. خب دوستان این بود از ویدیوی ما، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید، فقط 600 تا مونده تا 1000 تایی شدن و حتما هم زنگوله رو فعال کنید چون خیلی مهمه واقعا. و مرسی از تماشای ویدیو و تا ویدیو بعدی می‌بینیمتون. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.